هستم از شهر اتاوا پایتخت کشور کانادا. همینجور که می‌بینید امروز روز حقوق بشر در رابطه با ایرانه. ما همگی اینجا جمع شدیم و در ضمن شهره عزیز خواننده آزادمون هم به ما پیوسته. امروز ازتون خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف کردین از دلت تشریف آوردین اینجا. همینجور که ما می‌دونیم از روز اول تظاهرات شما در صف اول تظاهرات بودین، شما برادر عزیزتون، دیگر هنرمندای عزیزمون، همشون واقعا سپاسگزاریم از شما که بچه‌های داخل ایران رو پشتیبانی می‌کنید. شوره جان می‌خواستم نظرتون رو بپرسم در رابطه با برنامه‌های سلام میگم خدمت بینندگان شنوندگان عزیز اتاوا، شهر تورنتو اتاوا. درست میگم چون من همینجوری دارم میچرخم و تمام میشه قرار برای همین فکر مرکزیت اینجاست و کپیتال اینجاست، سفارت جمهوری اسلامی اینجاست. باید اول اینجا باشم و این چند وقت که برنامه نداشتم فعالیت کردم و خواستم که دور کشورها بچرخم و همه جا تو تظاهرات باشم و میبینم که خیلی زیاد خیلی ازشون ممنونیم که واقعا اومدن. خیلی گرمای اینجا شما خیلی آقای شهر شما خیلی ممنون و من تشکر از تلویزیون کنندگان آقای شهر معمانی رفیق شفیق عزیزم و بقیه دوستانی که اونجا کار میکنن و تمام تلویزیون‌هایی که سیاسی هستن دارن پشتیبانی میکنن، به شدت کار میکنن برای اینکه الان موقع شده ما هنرمندا کاری به انجام بدیم برای مملکتمون و فکر میکنم که الانه که مردم میدونن کدوم هنرمند داره چه کار میکنه و فکر میکنم جای کنسرت گذاشتن نیست تا چند ماه آینده، چون ما کشته زیاد دادیم، مادر پدرای بچه ها همه ناراحت در ایران، خواهر برادرامون از دست دادیم، زندانیای سیاسی خیلی تو ایرانن، چیزی نمیخوایم جز آزادی و فکر میکنم این رژیم باید بره بخاطر اینکه کارهایی که توی این 3 سال به مردم ایران کردن داخل ایران خیلی کارهای بدی کردن. ما که اینجا هستیم، ما هم به نحوی تنقیدی هستیم و متاسفانه جایی در ایران نداریم. اگر میتونستیم بالا همین الان من سوار هواپیما شدم میرفتم اونجا بخونم ولی خب نمیتونم. در هر صورت سعی کنیم این کار رو ادامه بدیم، صدای ما تمام دنیا تمام جهان برسه و آزادیمون رو بگیریم، حقمون از جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی آزاد کنیم و من نه پیام میدم نه زیباترین پیام رو دادی. نظر جمهوری اسلامی باید از بین بره. همین زیباترین پیام دادن و به قول معروف من می‌نویسم منو برین شرکت کنیم توی جمعیت با منش کاری نداریم، خواننده ایم در جای خود ولی اینجا میگن مثل شما همین حضورتون واقعا خیلی مهمه و شما واقعا پیام عالی دادی. جمهوری اسلامی باید بره. مهم نیست چون در عرض این 30 سال نه ما حقوق بشر داشتیم اونجا رعایت شده، نه آزادی داریم به هیچ وسیله. الان در این 1 ماه و نیم گذشته دولتی که داره عزیزای کشورمون رو دارن میکشن. پس این مهم نیست آقای موسوی یا آقای احمدی نژاده، مهم اینه که سیستم جمهوری اسلامی باید از بین بره. یعنی تا این رژیم از بین نره آزادی ما نخواهیم داشت. مهم نیست که کی رئیس جمهور هست، آزادی وجود نداره، حقوق بشری اونجا وجود نداره، برابری وجود نداره و من واقعا از من به یه چیزی که بگم زیر پرچم شیر خورشید ایران همیشه با همیشه رنگ ایران هویت این همیشه دستتون باشه به خاطر اینکه این اگر نباشه ما ایرانی نیستیم. من با این بزرگ شدم، این سرای رو دیدم و تا ابد People in Iran!
کل این ایران